زندگی به من یاد داده که اگه 3 چیز تو آدما بپذیرم و قبول کنم، روابطم با اونا خیلی راحت‌تر میتونه باشه. یکی این که هیچ وقت نمیتونی آدم رو عوضشون کنی. آدما همیشه همونجور که هستن میمونن، عوض نمیشن مگه اینکه خودشون دلشون بخواد. ما میتونیم با آدما بریم بیرون، غذا بخوریم، قدم بزنیم، بگیم، بخندیم، گریه کنیم، بهشون انگیزه زندگی کردن بدیم، ولی عوضشون نمیتونیم بکنیم مگه اینکه خودشون بخوان که عوض شن. دوم این که اگر یه نفری یه کاری رو واسه ما نکرده، معنیش اینه که یا نتونسته یا نخواسته. عصبانی نشیم، یا نخواسته یا نتونسته. و در نهایت این که اگر آدما اونجور که ما میخوایم زندگی نمیکنن، سخت نگیریم. آدما آزادن، هر جور که دلشون میخواد زندگی کنن و هر جور که دلشون میخواد زندگی رو ببینن، پس بپذیریمشون.